با نام یاد خدای مهربان سلام، نور، برکت، عشق و زیبایی در خاندانتان. امیدوار هستم همگی خوب و صحت و سالم و بردم هستید. سال 1969 وقتی شرطنامه بخطری بین ژاپن و آمریکا بازبینی می شود، همین هنگام در ژاپن یک تظاهرات سر می‌زند و در آن دانشجویان اشتراک می‌کنند و دانشجویان با اشتراک خود در این تظاهرات بسیار پرخاشگری می‌کنند، عصبی هستند و دست به کارهای می‌زنند که وضعیت در ژاپن تیز و تند می‌شود و کشور را به یک حالت ناگوار آورده می‌رساند. تحلیلگران، جامعه شناسان و محققان می‌خواهند علت این بفهمند که چرا در هنگام سر زدن این گونه حادثه‌ها دانشجویان ژاپنی اینقدر عصبی بودند، اینقدر خشمگین بودند و اینقدر حرکت‌های تیز و تند را انجام دادند. آنها می‌خواهند بفهمند که آیا تربیت در دانشگاه اشکال دارد یا مشکلی در مکتب است یا در مؤسسه تا مکتبی دبیرستان، به قول رایج در خودمون باغچه بچگانه یا کودکستان ها. آنها بعدی خلاصه ها و تحلیل ها به این نتیجه می رسند که تربیه را از بطن مادر شروع کرد و از خانه باید شروع کرد و همین گونه یک اساسیاسیون تشکیل می دهند، اساسیاسیون رشدی برمحل، و اساسگذار همین اساسیاسیون مسارو ایبوکا یک کتاب می نویسد با نام بعد از 3 سالگی دیر می شود. این کتاب واقعا یک کتاب جالب است که برای پدر و مادرانی که میخواهند طفلکان خود را چنان تربیت کنند که آنها برای خود و برای جامعه خود مفید باشد توصیه داده می شود. محققان، دانشمندان و متخصصانی که این کتاب را مطالعه کردند به این خلاصه رسیدند که این کتاب یکی از بهترین کتاب‌هایی است که در این زمینه در عصر ما نوشته شده است. این کتاب بسیار مسئله ها را به بحث میگیرد و به ما نشان میدهد که چگونه کودک، مغز سر کودک تا 3 سالگی چه خیل فعالیت میکند، چه خیل دانش ها را از خود میکند و چگونه دودلگی مادر به کودک تاثیر منفی دارد. صداها، یعنی گوش کردن موسیقی ها یا صداهایی که بی معنی هستند، بد هستند، چگونه بر روان کودک، چگونه به جهان بینی کودک تأثیری بد میرساند، یا برعکس خواندن روزنامه و مجله و کتاب یا تماشای برنامه‌های ادبی تلویزیون یا گوش کردن برنامه خوب رادیو با کودک چگونه به کودک تأثیری خوب میرساند. یا تا 3 سالگی چیکار کنیم که کودک من بعد زود 2-3 زبان خارجی رو از خود کند. یا اشتراکی بابا و بیبی برای تربیت کودک چگونه اهمیت دارد و چگونه تاثیر میرساند. واقعا بسیاری از مسائل و سوال هایی که در ذهن ما برای تربیت کودکانمون یا طفلان و نورسانمون با وجود میاد و میخواهیم که پاسخ بگیریم، این کتاب با آنها پاسخ میدهد، پاسخ های عملی میدهد. و همون گونه گفتیم اساسگذاری اساسیاسیون رشدی برمحل مسارو ایبوکا یک شخصی نیست که تنها سخن بگوید، آن در عمل اثبات کرده است که یک شخصی خیلی موفق است. چرا که سال 1947 وقتی که ژاپن در یک ورطه هلاکت قرار میگیرد، در یک ورطه نابودی قرار میگیرد، او با همراهی 3 دوست دیگرش یک شرکت را با نام شرکت سونی تشکیل میدهند که این شرکت رو ببینیم چقدر برای رشد و پیشرفت ژاپن خدمت‌های بزرگی را انجام داد. و همینطور در کتاب بسیار از مسائل ها رو دقیق، کوتاه و فهمو برای رشد کودک، برای رشد طفل مسارو ایبوکا با ما تذکر میدهد. و همون گونه که گفتیم بعد از 3 سالگی دیر می شود، یعنی تا 3 سالگی ما باید کارهای را انجام بدهیم برای طفل خودمان که آن در آینده بتواند یک متخصص خوب شود، دانش ها را زود از خود کند، از همه مهم فرد خوش اخلاق و با آداب در جمعیت باشد. این موضوع در ادبیات ما هم هست، یعنی شما از نوشته های ابن سینا، نوشته های سعدی شیرازی در گلستان و بستان و دیگر کتاب های پند و اخلاقی ما خیلی زیاد گفته شده است، ولی برتری این کتاب در آن است که آن هم قدم امروز است، هم قدم زمان است و نفری است که در عصر ما یعنی کار و زندگی میکند و چون حرف امروز است، کتاب امروز است، این میتواند برای رشدی برمحل کودکان ما خیلی تأثیری عمیق و دقیق داشته باشد. چند وقتی پیش هم کتابخوان یک نواری نشر کرد که در آن استاد عزیز میگفت که کودک را مادر کتابخوان میکند
воқеан баъди нашри ин навор як баҳсҳои тезу тун дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба вуҷуд омад ва бисёре аз падару модарон аз набудани китобҳо, дастурамалҳо ё китобҳое ки ба онҳо дастрас бошанд ба мо менавиштанд ва дархост мекарданд ки пас агар ин тавр аст шумо барои модарону хоҳарону ё онҳое ки бо тарбияи кӯдак машғул ҳастанд ягон тавсия бидед, ягон китобро, ягон дастурамалро. Тавсияи мо аз барномаи Китобхон ба афроде ки ба мо муроҷиат карданд ан ҳамин китоб аст, яъне масару ибука баъд аз 3 солагӣ дер мешавад, тавсия дода мешавад. Ин китоб аз тарафи маркази Хират яъне ба тоҷикӣ нашр шудааст ва бо 2 забон, бо забонҳои русӣ ва тоҷикӣ дар мағозаҳои китобфурӯшӣ мавҷуд аст. ҳамон гуна ки шоир мегӯяд: чӣ хуш гуфт паёмбари ростгӯ, зи гавҳора то ба гур дониш биҷӯ. ва ҳамвора гуфтем дониш қудрат аст. бихонем то сарфароз бошем, биомӯзем то вораста бошем. То суҳбатҳои баъдӣ дар ҳифзу паноҳи Худо бимонед. Худо ёрӣ оварад.